در اوکراین سلاح بدستان در گرد و اطراف فرودگاه مرکزی مأموری منطقه قریم شهر سیمفروپول و همچنان فرودگاه شهر سیواستوپول گشت یا خود پترول تشکیل کردند. وزیر نو امور داخلی اوکراین ارسن اواکوف میگوید سلاح بدستان روس هستند ولی هویت آنها تا هنوز آشکار نشده است. از زمانی برکنارشوی پرزیدنت اوکراین ویکتور یانوکوویچ منطقه قریم که در آن مردم روس زبان اکثریت را تشکیل می‌دهند ناآرام گشته است. مجلس محلی یک فرد رو به روسیه را سروزیر تعیین نموده تصمیم گرفته است مقام من بعده این منطقه را مورد نظرخواهی عمومی قرار دهد. در منطقه شمال وزیرستان پاکستان مردم از ادامه عملیات نظامی بر ضد طالبان در خوف بوده از دهات به شهر بانو کوچ می‌بندند. اخیراً نیروهای هوایی پاکستان جنگجویان شمال وزیرستان را مورد حمله قرار داده بودند. رسانه‌های کشورهای غربی با تکیه به منصبداران پاکستانی ابراز داشتند که هفته روان در این منطقه عملیات گسترده ارتش راه‌اندازی خواهد شد. در شهر کراچی پاکستان باشد مسلمانان سنی مذهب در نماز جمعه طالبان را محکوم کرده دعوت نمودند که بر ضد گروه‌های اکستریمیستی اقدام مشترک اندیشیده شود. پیروان جنبش مسلمانان سنی مذهب با نام بریلوی درخواست نمودند که 28 فوریه همچون روز مقاومت به طالبان اعتراف گردد. در روبروی سفارت روسیه در پایتخت قزاقستان شهر آستانه گرد همایی اعتراضی برپا شد. جمع آمدگان اظهارات رهبر حزب لیبرال دموکرات روسیه ولادیمیر ژیرینوفسکی را محکوم کردند. او تاکید کرده است که کشورهای آسیای مرکزی باید به واحدهای مأموری فدراسیون روسیه تبدیل یابند. در گذشته با اشاره به این گونه اظهارات ژیرینوفسکی را موقتا از حق ورود به قزاقستان و قرقیزستان محروم کرده بودند. جمع آمدگان نامه اعتراضیشان را به منصبداران سفارت تقدیم کردند. بعد پلیس اعتراض را پراکنده کرده 2 نفر را بازداشت نمود.